توقی بسر توقی شوی بسر شینم سری کوچه ها پرسم خبر ششتم سری کوچه ها نامد خبر ششتم سری کوچه ها نامد خبر بیاد شده بچه بریزه جگر. چون خورشید عالمتاب درخشید و غروب کرد، اما گرمیش تا هنوز هم در قلب مخلصان احساس می گردد. هنرمندی که هنوز می خواست پرواز کند و به سامعانش پرواز بخشد، اما افسوس که همگی 29 سال عمر دید و این همه آرزوها را به گوشه خاموشی برد. مقدسی که همه روزه مردم آوازش را، رقصیدن و کاشپرانه هایش را مشتاقانه انتظاری می کشیدند. گرچند این بانوی سراپا هنر عمری کم دید، ولی از خود میراثی غنی معنوی و فرهنگی در یادها باقی گذاشت. به معنای دیگر ورزشگری که در صنعت انقلاب کرد. شرارهی خاطره ها زیشق دیری نایما اگر از تو یاد آید دلم به فریاد آید اگر از تو یاد آید دلم به فریاد آید. سرودهای زیبایش ماند، خاطره هایش ماند میان مردم، اون آدمیگری هایی که داشت، آن فضیلت های انسانی که داشت، از وفاداری تا خوب سخاوتمندی و کشاده دلی و خصلت های بهترین انسانی که داشت، امروز نمیگذارند که یاد مقدس از میان رود. بین همین کوتا زندگیش به سند به همین خیلی ایجاد کرد که هر یک سرودش که یک марворит барин зиндаги. Вот это можно вот такие красивые бусы сделать. Кадом сурудаш анагири – это шлягер. Кадом сурудаш анагири – это бесхуанам мумкин. فهمیدن. بسیار با غیرت بودن، در برابر آوازی خوب و حرکت‌های خوب حرکت‌هایی میکردن که به خودشان زیبنده بود و چیزی که گفتیم هر یک سرودشان نشان رس بود، یعنی که با دل خلق جا میگرفت. زندگی پست و بلندی های زیاد. مقدس ابدی میموند. тогда она была модная. گوش میکرد. امروز модная. И пагая, بعد از 100 سالم مقدس. 7 январи соли 1950 дар ноҳияи Фархор, вилояти он вақта Кӯлоб, духтаре ки паричеҳра чашм ба олами ҳастӣ кушод. падару модар ӯро муқаддас ном наҳоданд. муқаддасе ки бо гузашти солҳо бо истеъдод ва садои гуворову дилнишинаш ба рамзи ҳунари эстрадаи тоҷик табдил ёфт. مقدس هنوز خردسال بود که پدر دنیا را پدرود گفت. تربیت 4 دختر مقدس، مهری، صباحت و فیضی نیسا بر ذمه مادر واگذار شد. گرچند مادر آموزگار بود، ولی به وای رسانیدن 4 دختر برایش خیلی مشکل بود. اما او در نبرد زندگی مردانه‌وار ایستادگی کرد و دخترانش را به کمال رساند. مادر همیشه در فکر خوانانیدن دختران بود. برای همین مقدس و مهری را به شهر دوشنبه می‌آورد و مقدس تحصیل ابتدایی را در مکتب اینترنتی رقم 10 پایتخت آغاز می‌کند. در حقیقت این را من خودم هم حس کردم و گفتم بارها که مادر من در زندگی همه کاری که کردن خودشان انجام دادن و به هیچ کسی دیگر محتاج نبودند و از یگان کسی دیگر انتظار نبودند که دست اونها بگیرن. مادرش که 4 دختر تربیت کرد از فرزندای بهترین برای خلق خدمت کردن. اونو یکی دکتر، یکی صباحت اکتریس هنرمند بود، یکی مهری در کارهای جمعیتی و حکومتی کار کردن. به آلایش مثل کودکان زود باور بود. یک دلی که میخواست خرسندی خود، زندگی خود، خوشبختی خود با دیگران
قسمت کنه. انسان عجیبی بود مقدس که وقتی که میگفتن ما از روزنامه یا از گازت یا از فلان جا با یک نازکی شیرین رد میکرد. من حالی اونقدر چی نیستم، لازم نیست، یعنی نمیخواست، دوست نمیداشت که باید تعریف کنن یا که یگان خب به همین معنی در بارش نویسن. بعد من گفتم اگر که تو راضی نشوی پس من گفتم از کار میگیرن. شوخی کردم میخوای من از کار گیرن؟ بعد نه گفت خیلی من فکر کنم، همیشه فکر کنم. بعد همون یک در بارش مقاله نوشتم، اونجا چاپ شد. اون کس من بیخد نزدیک میدانستم، با نزدیک دوگانه بودیم. بعد این کس ابشجیتی به زندگی میکرد. نو خانه من به یک چخل گویم که اویله من به اعضا بود، اعضای اویله من بود. فرزندم کتی بخد شوخی کرده، بازی میکرد، خوب میکرد. پس از ختم مکتب در دانشکده تربیت جسمانی تحصیل نمود و در نوکه فرخار به حیث مربی مدتی کار میکرد. اما شفق و ذوق سرایندگی قلبش را هیچ آرام نمیگذاشت که او را بالاخره به صحنه آورد. او با دسته هوسکاران صنعت خانه مدنیت فرخار پیوسته در جشن چهاربینی‌های مختلف لیاقت آوازخوانی خود را میسنجید و آهسته در تدبیرهای فرهنگی بزرگتر شرکت می‌ورزید. مهارت و استعداد مقدس بار اول سال 1973 در آزمون بوستون یک با سراییدن سرود ریسپوبلیکای من کشف شد و این برآمد در صنعت را برای او گشاد. این است که با دعوت رهبریت انسمبل استرادی گلشن، عارف شاه عارفوف مقدس نبی و به حیث یک کخون شامل انسمبل بانفوذ گلشن شد. آزمون بوستان میگذشت و مقدس نبی و از طرف ناحیه فرخار در همین آزمون اشتراک کردند، در همین برنامه و عارف استادی ما با عائلهشان تماشا کردند و نعیمه قهار و عائله استاد و خودی استاد و همونجا بسیار معقول میشد و اپای نعیمه قهار و میگن که همین دخترها که یوب گلشن بگیر بسیار خوب میشد و استاد عارف شاه عارف همین مقدس نبی رو جستجو میکنن، میابن و با ارکستر گلشن میبیارن. مقدس یک سراینده، یک صنعتکاری عادی نبود. همون وقتی که در آزمون از نظر گذرانی استعدادهای جوان بوستان و غالب آمده بود، از همون روزی که با سرودی چکر چکیدن گردش خوب و خیلی مشهور شد، از همون دم مردم تاجیک احساس کردن و دانستن که مقدس نبی و یک سراینده که با نام دختر تاجیک الکی معروفیت جهانی پیدا کرده بود. چکر چکیدن گیرا زلفاش خمیدن گیرا، چکر چکیدن گیرا زلفاش خمیدن گیرا، های روخی جانانم عرق چکیدن گیرا، های روخی جانانم عرق چکیدن گیرا. راهبر ما عارف شاه عارفوف موی چینده آورد. اینم یک استعداد. همین خیل صنعتکار رو جمع کردن یک جای با. این تاجیجه نبینید، خورما را بینید، مقدس، مغفرت، عمر، بهادر، کمینه. مقدس
همین نامش به سزاوار و مقدس میماند. برای سنت تاجیک، استرادای سنت تاجیک حساس بخت بسیار. گر بسد خاری جفا آزرده سازی خاطره، گر بسد خاری جفا آزرده سازی خاطره، خاطری نازو ببرگی، خاطری نازو ببرگی، گل نیازارم تو را ترکی یاری کردی و من همچنان یارم تو را، دشمنی جانی و از جان دوستت دارم تو را. همین طریق زندگی هنرمند جوان مقدس نبی و تغییر یافت. او در مدت کوتاه شیوه نو و خاص خود را در استرادای تاجیک به میان آورد. سرودهای او با فارمی و جذابیت و ضرب و آهنگ دلنشینشان به زودی در خاطر شنوندگان نقش می‌بستند. سرودهای کوی تو، خورشید حیات، نور من، شراره خاطره ها، باد صبا، صدای دل، به عشقت انتظارم، دل زارم، اگر از تو یاد آید و چکره چکیدن گیرد، محبت نیست بی آتش و دهها ترانه های دیگری مقدس که تعداد عمومیشان به 50 عدد می رسد تا امروز کهنه نشده محبوبیت دارد. ابرو به من کج مکن، کج کلاخان یارومی، خوش دلم خوشگلم، دلها گرفتارمی، یک زن یک زبارم، هیچ کجا رقیب ندارم، عاشقی از بسپیدم، دختری چابک سوارم، هیچ نگو کمر ببندم، چینو چینو بلند ببندم، هیچ نگو کمر ببندم، چینو چینو بلند ببندم. آدمو میخواند و میکند، اکتریس میشد، یک تا رول بازی کردن نمیتونن. انا рожденная актриса. هر سخن не то что там سرود، سخنشه، کلمشه و آنالیز کرده، از خودش از دلش گذرانده خلق با میداد، ما با میداد. برای همین مقدس سرودش ناتکرار. استاد عارف شاه عارفوف بسیار خودشان همین رژیسور نغز میفهمیدن و هر یک سرود نظارت میکردن. در وقت ثبت تلویزیونی هر یک سرود رو نظارت میکردن و میگفتن که این خیلی حرکت کنید، این خیلی حرکت کنید و همون ایده که در بالای ارغنچک میشنونن و تاج‌الدین محی‌الدینوف دربارشان، همین ایده نیست، فکری خودی استاد عارف شاه عارفوف همین صحنه زنده گلشن بود. زنده گلشن همین با خلق همشون انتظار بودن که تلویزیون بچسبیده همین کنسرت. حاضر من بگوید که خب حاضر کنسرت میشد گلشن، پدر ما جمع میکرد و همه ما شیشته نگاه میکردیم. انا این خیلی ما دوست میداشتن خلق. آی سباکی خوبانی نصیبی کی شبی آدیلا دیلا دیله آدیلا دیلا دیله آدیلا دیلا دیله آدیلا دیلا دیله. آن وقت حافظان عادتاً در وصف طبیعت زیبا و قله‌های بلند کوهساران می‌سراییدند، ولی مقدس نبی و قله‌های والای انسانی صمیمیت، خاکساری مردم را ترنم می‌نمود. در برابر ترانه‌های تاجیکی همچنین با زبان‌های دیگر خلقیت‌ها نیز سرود خوانده در کشورهای بیرون از تاجیکستان نیز شهرت یار شد. سرود ستاره من به مقدس شهرت زیاد آورد و کارتا این مقدس، هر سرودش این حیات مقدس، این احساس مقدس. برای همین سرود همین خیلی خوشروی برآمدگی، همین خیلی چگویم که تاریخ با میماندگی سرود. این سرودی یعنی که شعر میرزا ترسزاده، آهنگ زیادلا شهیدی، بسیار سرودی خوب و خوب اجرا کرد مقدس نبی و تا حالا این سرود را گشته و برگشته جوانان میخوانند. این سرود یک سرودی است که هیچ وقت
گم نمی شود. گوییم امروز تمام سرودهایی که مقدس نوشته است و زبانهای گوناگون و زبان روسی، ارمنی، آذری، خوب سرودهایش زیاد است و در هر یک سرودش سطحی نبود، یعنی از ته دل به تمام هستیش می سروده. یعنی فرض کردیم همون سرودی که نوری من سرودش هست، تا مردم خیلی دوستش هم میدونن این سروده و در وقتی که گوش میکنید همین سروده، یعنی تمام عشق و وفاداری همین زن احساس میشود در همین سرودش که و حسیات خودش افاده کرده میتونه. حاضر نیست من حافظه های جوانی ما گرفته از نو بازخوانی کرده استادند، با مقدس نبی و پیروی میکنند. سرود نوری من. این هنرمند محبوب هرچند عمر زیاد ندید، در یک مدت کوتاه توانست با آواز مهین و ترانه های دلنشینش در دل میلیون ها نفر جای گیرد. او با صدایش با هنرش سرحدها را عبور کرد، زیرا به آسیا و اروپا سفرهای هنری انجام میداد و استرادای تاجیک را با سبک و اسلوب نو معرفی مینمود. برای این شهرت نام برده در سن 27 سالگی عنوان خدمت نشان داده تاجیکستان را دریافت کرد که هنوز در عین اوج ایجاد بود. بسیار خوب میفهمیدن و هر یک سرودشان را همچون یک رول، همچون اکتریس بازی میکردن و تیز به دل خلق جا گرفتن. در مدت 2 سال علاقه ارتیست که خدمت نشان داده ریسپوبلیکا عنوان گرفتن. این در تجربه بسیار کم میشد خیلی در مدت کوتاه، چون که تیز به دل خلق جا گرفتن. کی میدونست که امین یک چکره چکیدن گیرد، یک فولکلوری، یک سرودی خلقی استراده کند. این با همین وقت تا همین با فراستش رسیدگیش به من قایلم. بودی سبا این کلاسیکه. تا بادی سبا را به گلستان گذری هست، تا بادی سبا را به گلستان گذری هست، مرغانی کمن را برهی گل نظری هست، مرغانی چمن را برهی گل نظری هست. سرودهای خلقی مقدس نبی و گاه دلها را به شور می آورد و گاهی از طبیعت رنگین دیار، از چشم ساران زلال، از خوانش بلبلان، از یاری مهربان و چشم انتظار یادآور می شد. اکنون سرودهای او به دوری ها پرواز می کرد. سرودهای خلقی تاجیک را در اجرای او در لهستان و فرانسه شنیده شیفته هنرش می گردیدند. پس از سفرهایش به نام او نامه های زیاد می آمدند، نامه های پرمیر، پر احساس و دوستانه. در فرانسه، در پولشه علاقه او را دعوت کرده و بعد سفرش به این کشورهای اروپا خیلی نامه های زیاد می گرفت مقدس. ولی ببینید که او یک انسان زمینی، یک انسان خاکسار، یک انسان بهت به دوست صادق بود. یعنی من از مقدس نه تنها خوب گوییم در همکاری، در همزیستی بعضی خصلت و فضیلت های او را آموختم، بلکه مقدس
همچنان رمزی صداقت به دوست. یعنی من او را شناختم که وای برای دوست بهترینش وای میتونست حتی جان خودش را فدا کند. صاف دل بود، صاف دل. این یکون کس بگنده این خیلی چیزا وابشه فراست بود، ما با وابشه نبود این خیلی چیزا. و سند دوست و می خیلی فقط خنده صحنه بود. همین صحنه که ما زنده بودیم. تابستان وقتی تعطیلی بعدی وقتی که تعطیل تابستان نمیشد مقدس بده می آمدن، یک دنیایی می آوردن در حوله ما. صداهای موسیقی مثلا ویسوتسکی سرود میخواند، یک آوازخوانی فرانسوز بود جادسه. حاضر فکر میکنم و حیران میشم یک چه دنیایی بود، در چه دنیای ما بزرگ شدیم. مقدس نبی توانست در عمر کوتاه هنریش آمیزش آوازخوانی مردمی با سبک استرادی را با مهارت عالیش به درجه بلند برآورد. بهادر نعمت و آوازخوانی سابق گروه گلشن زمانی که به این دسته دعوت شد نخستین بار یک جا با مقدس نبی و آوازخوانی کرد. یکی از ترانه‌های این دو نفر شب خیر است که زود ورد زبان‌ها شد و تا هنوز محبوبیتش را گم نکرده است. شب بخیر مادری جان، شب بخیر، شب بخیر مادری جان، شب بخیر، شب بخیر مادری جان، شب بخیر، شب بخیر مادری جان، شب بخیر. Шаб бахайр. Это же легенда Баходур Катихондеки Насруда. ما یک جا همه سرودهای خلقی را همین ما یک جا زنده کردیم. بخاطر خر سرودهای ما همه با از دهانی و با دهانی همین خلق بماندگی همه جا با میخواند. همین 60 سالگی موقعی برابر خواندن همین مخلصا. وقتی که نو به کار آمدم دویمین سرودی من همین شب بخیر بود با اکاردیون و یک چند نوازندگان. و وقتی که سال 78 یوری لیادف این ارانجروف که با ارکستری کلان پارتیتورا کردن و مقدس نبی و گفتن که بهادر بیا همین شب بخیر هر دو ما خوانیم این دفعه. من گفتم با جان دل و ما این سرود را بعد هر دو ما خواندیم سال 1978. آنهایی که زمان شاهد هنرنمایی او بودند میگویند هر وقتی که مقدس در کوچه های شهر پیدا میشد همه به او مینگریستند. همه لباس پوشی، گفتار و رفتارش را پیروی میکردند. مقدس نبی و نه تنها یک سراینده بلکه یک پدیده فراموش نشونده در استراده تاجیک بود، زیرا در رپرتوار او یگان شعر پست مضمون یا آهنگی کاسته صدا نمیداد. وابسته به همون سرود، مضمون سرود، با همون تمپ سرود، یعنی که با هر یک سرود موافق لباس می پوشیدن. سرودای خلقی باشد شکر می پوشیدن، سرودای کمپوزیتورا باشد با دیگه خیلی لباس می پوشیدن. یعنی که اون کس تیز به تئاتر می رفتن، خصوصا به تئاتر لاهوتی همه اسپکتاکل‌ها رو تماشا میکردن. بنابر همین در هر یک سرودشان مقدس نبی و همچون اکتریس رول بازی میکردن و با ابرز میدر آمدن و از اول تا آخر همین با ابرز در آمده رول بازی میکردن و یگان لحظه از همون ابرز نمی آمدن. بنابر همین هر یک سرودشان در دل خلق نقش می‌بست. گفتایی خواهی لالی را بکامی دشمنا، این سزای من که با خود، این سزای من که با خود دوست می‌دارم تو را، در کیاری کردی و من همچنان می‌دارم
دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو را دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو را. یکی دیدم که پا بر زینه اتوبوس مانده گفتم مقدس نگاه کرد که من لطف من حال خانت میام گفتم دستش این خیل کرد یعنی تیز برآمد اتوبوس رهکی شد کجایی رفته ایستاده بودن انسمبلی انا همین آخران و یکی من حالا خانت میام یعنی گر از تو یاد آید دلم به فریاد آید آخرین یعنی شراره خاطره که در من ماند این همون در دست افشانیش از زینه پایه های اتوبوسی و گلشن بود یعنی اتوبوسی کاری داشتن پیش دمرادی آمده ایستاده بودم کربه آدم میدونم که من چه آدم میگم اینجا با چی گپای با по همین какой-то собрание или что там ягон совещание мешает мне было машина месяцет гульшан хамаш истодас بعد همین تاتیانا باریلا پیش من گفت مقدس это رحیما زق نشه تو دست مقدس گفت گپ نزن گفتم الله پویچو پنج بار گروندیان گفتم چی با گپ میزنی نه من باور نمیکنم برابری در اومدن یک ستونی کلان کمیته رادیو تلویزیون است در پیشش стол موندگی در میز هست در روی میز صورت مقدس و همه خیلی در اومدن زمان در دستم همون پاکتی که داشتم همراه چند کتاب نگاه کردم پاکت از دستم افتاد باور نمیکنم با لنته سیاه چطور شده است ولی خبر نداشتیم که اون وقت خیلی نه اینترنت بود و نه دیگر بعد داخل شدم جای کار هم خیلی گفتن که دین روز یکشنبه هم خیلی فاجعه شده است و مقدس از دنیا گذشته است همین طریق در عالم بیکران صنعت استرادای تاجیک صدای مهین و نفیس مقدس نبی و قلب‌های هواداران موسیقی استرادی را به خروش آورد و از درخش یک ستاره تابان در فضای صاف و بی‌غبار هنر بشارت می‌داد و با گذشت فرصتی کم این ستاره تابان با همه شور و شرر با همه جذابیت و محبوبیت یک باره خاموش شد. انیقتر 30 سپتامبر سال 1979 هنرمند ممتاز مقدس نبی و به طور فاجعه‌ای دنیا را پدرود گفت ولی از خود مکتبی بزرگ هنری به میراث گذاشت. میراث او امروز نه تنها در موسیقی تاجیک بلکه در قلب مخلصانش با گذشتی بیش از 45 سال امان و نام و یاد مقدس نبی و زنده است و جاوید خواهد ماند.